فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی که از عراق بودن سوالشون این بود که یعنی خواهری بودن که پرسیدن نازا هستم، آیا میتونم از زن دیگر تخمک بگیرم؟ نه، به این گونه که تفاوتی رو نداره که مشکل از زن باشد یا مشکل از مرد باشه. اجاره گرفتن تخمک یک زن دیگر یا اسپرم مرد دیگر و کاشتن این در یک رحم زن دیگری، این به هیچ صورت جایز نیست. تنها صورتی که جایز هست این است که زن و شوهری با هم دیگر ازدواج کردن اما از راه طبیعی نمیتونن بارور بشن. این در این مورد جایز هست که ایشون تخمکشون خارج از رحم در واقع بارور بشه، دوباره به رحم برگردانن. این یک صورت جایز است. اما اینکه تخمک یا اسپرم از کسی دیگر بگیرن و در رحم یک شخص دیگری قرار بدن، این جایز نیست.